پالیش کامپوزیتاست. بعد از مدت بیمار مراجعه کرده و داریم فضاهای بین و روی سطح رو براشون پالیش میده که لکه های زرد بین دندونا از بین بره. نخ دندونی مدام توصیه میشه برای انواع کامپوزیتا به علاوه مراجعه به موقع که فضاهای بین کامپوزیتا دچار زردی زیادی نشه، خصوصا بیمارایی که قهوه زیاد میخورن یا چای پررنگ عادت دارن بخورن، فضاهای بین مقدار رنگ پذیری داره. اگرچه کامپوزیت خیلی عالی هم بذارید با پالیش برداشت خیلی عالی.